و بعد از اینکه عیسی علیه السلام دجال را کشت، یعنی که دجال را وقتی عیسی علیه السلام کشت، خیر و برکت در بین مردم بسیار شد و مردم زندگی کردند و ناگهان به عیسی علیه السلام خبری آمد، یعنی الله وحی کرد به عیسی علیه السلام که قومی برآمده است که هیچ کسی با آنها جنگیده نمیتواند. یعنی الله متعال باز یکی از علامت‌های روز قیامت را برای مسلمانان سنجش روان کرد، یعنی که این قومی که بسیار هستند و با قوت هستند و هیچ کسی توانایی با آنها جنگیدن را ندارد. اینها یأجوج و مأجوج هستند. و الله عیسی علیه السلام را امر میکند مردم را با خود با کوه ها ببر. علما میگویند که همون کوه در فلسطین است، همون کوهی که عیسی علیه السلام مردم را با خود میبرد. خب یأجوج و مأجوج از حد زیادند در همون وقت. خب برای بفهمیم که چقدر زیاد هستند، در صحیح بخاری و مسلم یک روایتی است از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که میفرماید روز قیامت الله متعال به آدم علیه السلام میگوید ای آدم علیه السلام میگوید لبیک یا الله. الله متعال میفرماید از نسلت از 1000 نفر 999 نفر را به سوی دوزخ روان کن، یعنی گناهگاران 999 کسان به دوزخ روان کن، 1 نفر به جنت. در همین وقت، یعنی که در همین وقتی که 999 کس به دوزخ می رود، یعنی که وقت خوف و ترس است، کودک سرش سفید می شود، اگر حامله باشد تولد می کند و مردم را مثل یعنی که مست و نوشیده می بینی، یعنی که از حد زیاد مردم در ترس و خوفند. وقتی که صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم این حدیث را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدند، بسیار هم ترسیدند و گفتند کی نجات می‌یابد یا رسول خدا در آن روز اگر از 1000 نفر 999 کس به دوزخ رود، 1 نفر به جنت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم آنها را آرام کرد و فرمود در شما 2 امتی است که در کجای باشند از همه بسیارند، یأجوج و مأجوجند. یعنی این 2 امت از حد زیادند و آن 999 کسی که به دوزخ می رود، اکثریت همون 999 کس یأجوج و مأجوجند و کمی همون 999 کس گناهگارای، یعنی که از آدم علیه السلام تا رسول خدا صلی الله علیه و سلم گناهگارایی که هستند، همون گناهگارا با یأجوج و مأجوج همش 999 کس می شوند. یعنی که فکر کنید که از آدم علیه السلام تا امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی که تا روز قیامت چقدر آدم در روی زمین زندگی میکنند که اگر 1000 کس استند و از همون 1000 کس 999 کس به دوزخ رود و 1 نفر به جنت رود. یعنی که روز قیامت آدم از حد زیاد می باشد و یأجوج و مأجوج از همه هم زیادند، یعنی که یأجوج و مأجوج بسیارند. خب این حدیث رو برای بیان کردیم که یأجوج و مأجوج رو بفهمیم که چقدر بسیار هم. خب الله تعالی در سوره انعام میفرماید آیت 95 تا وقتی که صد یأجوج و مأجوج کشوده شد و آنها از هر بلندی شتابان سرازیر گردند، یعنی که از هر بلندی وقتی 100 دیواری که در پشت همون دیوار یأجوج و مأجوج بندند وقتی که کشوده می شود، آنها از بلندی یعنی که بسیار هم به دو پایان می فرایند. یعنی برآمدن یأجوج و مأجوج یکی از علامت هایی است که اشاره به نزدیک بودن قیامت را نشان می دهد. روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خانه زینب بنت جحش در آمد و صورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیگرگون بود، یعنی که روی رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیگرگون شده بود و می گفت لا اله الا الله، هلاک می شود، هلاک است برای عرب
از شری که قریب است. سوراخ شد امروز در دیواری یأجوج و مأجوج. یعنی که رسول خدا صلی الله علیه و از برای او وحی آمد که یأجوج و مأجوج کمی سوراخ کردند دیوار رو و رسول خدا صلی الله علیه و گفت اگر یأجوج و مأجوج برآیند یعنی که هلاک میشوید. و دو انگشتش را به یکدیگر حلقه کرد، یعنی که به دستش دو انگشت را حلقه کرد و گفت که این همین قدر که سوراخ شد دیوار یأجوج و مأجوج. زینب بنت جعش همسر رسول خدا صلی الله علیه و بود. او گفت یا رسول الله آیا ما هلاک میشویم و در بین ما آدم‌های نیک و صالح است؟ رسول خدا صلی الله علیه و فرمود بله، اگر کارهای بد زیاد شود، یعنی اگر کارهای بد زیاد شود و در همین وقت هم آدم‌های صالح باشد یأجوج و مأجوج میبراید. چطوری که عیسی علیه السلام هست و مهدی علیه السلام هستند، اما یأجوج و مأجوج میبراید. خب در صحیح مسلم روایتی است میگوید وقتی مسلمان ها در کوه ها با عیسی علیه السلام میمانند، یعنی که وقتی مسلمان ها در کوه ها بلند میبرایند و در آنجا میمانند یأجوج و مأجوج از هر طرف راه ها را بند میکنند، یعنی که در اطراف همین کوه یأجوج و مأجوج میستند و به امر الله آنها بالا برآمدن نمیتوانند به کوه و مسلمان در بالای کوه میمانند و هر کسی که با خود چقدر غذا برده باشد، چقدر گاو و گوسفند و بز برده باشد همون است دیگه، همه راه ها بند است. و تا حدی که یعنی که گرسنگی در بین مردم می شود که رسول خدا صلی الله علیه و میگوید که یک سری گاو به 100 تنگه طلایی نرخ یعنی که میبرد، یعنی که یک کله گاو رو برای خریدن 100 تنگه طلا میدهید تا اینکه این کله گاو رو بخرید. یعنی که الله متعال تا درجه مسلمان ها رو میسنجد، امتحان سخت می شود. بر مسلمان ها بسیار سختی می شود، یعنی که بسیار وقت مشکلی است. در همین وقت یأجوج و مأجوج همه زمین را در تحت حکم خود قرار می دهند، یعنی کسی با آنها باشد در امان آنها است و اگر نه هلاک می شود. یأجوج و مأجوج می گویند ما پیروز شدیم بر زمین، اکنون کسی در آسمان باشد بر آن غلبه می کنیم. تا این درجه کبر آنها یعنی که کلام می شود. یکی از آنها با نیزه خود به آسمان تیر می زند. وقتی تیر برمی گردد تیر را می بینند که پر از خون است. می گویند الله را هم ما کشتیم. نعوذ بالله. وقتی این را مردمی که با یأجوج و مأجوج هستند، یعنی آن مردمی که با یأجوج و مأجوج ماندند، آنها وقتی این را می بینند یعنی که همشان یعنی که از دین می برایند. عیسی علیه السلام با مسلمان ها در دعا مشغول می شود، یعنی که تا درجه سخت می شود که الله متعال تا درجه بر مسلمان ها یک امتحان کلانی می آورد که یعنی که از حد می گذرد و مسلمان ها و عیسی علیه السلام در دعا مشغول می شوند و دعا و التجا میکنند از الله که ما را از این بلا خلاص کن. الله متعال دعای آنها را قبول میکند و بر این قوم یعنی بر این یأجوج و مأجوج مثل کرم است، یک نمود عذابی روا میکند که مثل کرم است، اما از کرم هم خرد است، یعنی که در درجه خرد است این مخلوق. این را روان میکند و اینها در گردنهای اینها پیدا میشوند، یعنی که این مخلوقات در گردنهای یأجوج و مأجوج پیدا میشوند. یعنی الله متعال نشان میدهد که اینهایی که هیچ کس بر ضدشان نمیتوانست ایستاده به خردترین مخلوق نابود میشوند. این کرمها در گردنهایشان پیدا میشود و همه اینها را هلاک میکنند. عیسی علیه السلام در این وقت نمیدواند که در روی زمین چی گپ است، یعنی در پایان چی گپ است عیسی علیه السلام نمیدواند، اما یک خاموشی در روی زمین می شود و عیسی علیه السلام میگوید کی می رود برای ما خبری بیارد؟ یک نفر از کوه می فراید، وقتی بر روی زمین می بیند میلیون ها در روی زمین مردند
و برمیگردد و خوشخبری میدهد به عیسی علیه السلام. همه مردم به پایان میروند، اما وقتی پایان میفرویند جای پایان ماندن نیست. یعنی تو درجه آدم ها بسیار یأجوج و مأجوج بسیارند که وقتی میمورند یعنی که جای راه رفتن نیست و همه جا پر از خون و بوی و آدم است و نفس کشیده نمی شود. عیسی علیه السلام با مردم باز دعا میکند، میگوید ای الله ما را از اینها خلاص کن. یعنی این آدمانی که مسلمانانی که با عیسی علیه السلام هستند، اینها یعنی که قوت این جسدهای همه این مرده ها را نمیتونن یعنی که از زمین دور کنن، برای که این میلیون ها هستند و فقط یگانه الله میتواند مسلمان ها را از این جسدهای مرده خلاص کند. یعنی وقتی یأجوج و مأجوج زنده بودند یک عذابی بود، وقتی مردند این هم یک عذاب شد. و الله متعال دعای عیسی علیه السلام را قبول میکند و پرنده های را روان میکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید گردان هایشان مثل گردن شتر است، یعنی تا حد کلان هستند این پرنده ها و این پرنده ها همه این مرده ها را گرفته برده میپرتایند، اما بوی آنها میماند و بسیار هم بوی سخت است در روی زمین. عیسی علیه السلام باز دعا میکنند به الله و الله متعال دعای عیسی علیه السلام را قبول میکند و باران میبارد و همه زمین را یعنی که این باران میشوید، یعنی که همه زمین صاف و تازه میشود. الله متعال بر زمین امر میکند آنچه بر تو هست یعنی که بسبزان و زمین همه خیر و برکتی دارد یعنی که میسبزاند و در روی زمین خیر و برکتی میشود. عیسی علیه السلام حاکم عادل بر مسلمان ها میشود و در روی زمین دیگر جنگ نمی شود. و رسول خدا در یک حدیثی دارد میگوید که عیسی علیه السلام هم حج میکند، یعنی که رفته حج میکند با مسلمان، یعنی که در دین اسلام است. و از این خیر و برکت رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که تا این حد می شود که یک خوشه انگور را چند نفر میخورند و سیر می شود و شیر یک بز را 40 نفر اگر خورد سیر می شود. و زمین آن خیر و برکتی که در وقت آدم علیه السلام داشت و تا زمان ما یعنی که نیست همون خیر و برکت، یعنی که خیر و برکت هایی که میبراید که آدمان ندیدن و نشنیدن، میوه هایی میبراید که ما ندیدیم و نشنیدیم. الله متعال تا درجه خیر و برکت را در روی زمین بسیار میکنند. چوپان در روی زمین یافت نمی شود، یعنی مال ها به چوپان میچرند. گرگ گوسپند را نمیخورد از سیری، یعنی گوسپند به امر الله خودش میمورد و گرگ ها همون گوسپند مرده را میخورند. تا درجه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید مارها زهر ندارند، حتی اینکه کودک دستش را در دهان مار ماند مار نمیگزد کودک را. یعنی تا درجه که این خیر و برکت و نعمت و تنجی و امانی می شود. و همین طور عیسی علیه السلام 7 سال دیگر زندگی می کند که همگی 40 سال در روی زمین زندگی می کند. یعنی که وقتی که می بیاید عیسی علیه السلام 33 سال دارد و 7 سال دیگر زندگی می کند که 40 سال پورا می شود و وفات می کند عیسی علیه السلام. این بود درباره یأجوج و مأجوج. انشاءالله در روزهای نزدیک در علامتی که بعد از یأجوج و مأجوج میبراید برای شما انشاءالله یعنی که نقل میکنیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.